سلام. خسته نباشی. چیکار میکنی استاد؟ نگاه کنید دارم چیکار. یه توضیح من بدم خدمتتون. دستگاه PDR کشنده من جهت اطلاع فقط رو ماشین خودم این کارو میکنم یا رو ماشین دوستان. این پرایدم تازه آمده تو مجموعه ما، مال دوستان هست. میخوام ببینم که چطوری میشه. این خریدم، عرض کردم برای کسانی که دستشون خالیه بتونم انجام بدم. گلگیری گلگیری جایی که رفته باشه تو قلوب باشه بتونم درش بیارم با این ابزار. من کننده این کار نیستم، جهت اطلاع فقط به خاطری که یاد بگیرم ببینم باش چجوری کار میکنن، به خاطر همین فیلمو بگیریم امتحان کنیم با شما دوستان. اینجا یه قلوب خیلی کوچولویی داشته تا ببینیم خدا چی میخواد. خیلی عالی شد. اینم یه مایه‌ای داره به ما داده، مایه اسمش یادم رفته چیه. خودشون هم گفتن اینجور چیای ریز با اینا در نمیاد معمولا، ولی ما زور خودمون رو زدیم. این چسب آکواریوم آب شده است. حالا چسب حالا نمیدونم یه اصطلاح خاصی بردن خودشون اونجایی که خریدیم، چسب حرارتی ببخشید، با تفنگی زده میشه. گفتن یه 5 دقیقه ولش میکنین. الان ماشاءالله اینقدر سیف شده ولی با یه ضربه معمولا اینا در میاد. خیلی جالب نیست. گفت برای این کار نیست این ابزار، برای جایی که مثلا یه قلوپ ریزی رفته باشه، مثلا یه کف دستی رفته باشه تو، بخوای فوت کنی بیاد بیرون، با این ابزار میتونی درش بیاری. خیلی بهتر شد تو رفتگیه ولی رفت نشد. انشالله که سر کسی نیاد. خسته نباشی. خدا حافظ شد.